سلام دوستان عزیز، به یکی از ویدیوهای آموزشی دیگه ما خوش آمدید. البته پیش از اینکه بریم روی از اینکه چه قسم در تیک تاک با فوریو بریم که بعض از دوستای ما از ما خواهش کردن که چه قسم ما باید بیننده زیاد داشته باشیم در تیک تاک. پیش از اینکه بریم روی از اینکه چه قسم ما در تیک تاک با فوریو بریم، لطفا چینل سمیر داد استودیو را سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بتین و میتونن اینجا ویدیوهای بیشتر آموزشی رو ببینن که چه قسم در افغانستان ما شما کسب درآمد کرده میتونیم. و میرم روی تیک تاک خود که رفتیم اینجا روی از این گزینه کلیک میکنیم، setting and privacy اینجا کلیک میکنیم. بعد از اون میایم روی free app space کلیک میکنیم، free app space. بعد از اینجا دو گزینه است برای ما شما، این دو گزینه رو ما شما باید کلیر کنیم، یکی کچ است و یکی هم دانلود. این هر دوی از این باید کلیر شود تا ویدیوهای تیک تاک بیشتر از ما شما با فوریو بره. البته این هر دوی از را کلیر میکنیم. این کلیر شد. بعد از اینجا میبریم روی سپورت کلیک میکنیم. وقتی روی سپورت کلیک کردیم بعد از اون میایم روی هلپ سنتر کلیک میکنیم. وقتی روی هلپ سنتر کلیک کردیم اینجا بر ما شما فوریو میاد، باید فوریو رو بزنیم. روی فوریو کلیک میکنیم. خب وقتی روی فوریو کلیک کردیم اینجا پایین میایم، اینجا بر ما شما دو گزینه آمده، یکی یس و یکی هم نو. اینجا ما شما باید روی یس کلیک کنیم. وقتی روی یس کلیک کردیم تک مارک خود از اینجا پس میبریم. این قسمت خلاص شد. میایم اینجا قسمت لنگویج کلیک میکنیم. وقتی قسمت لنگویج کلیک کردیم اینجا سه گزینه داره. این گزینه اولش هست. این گزینه اولش باید انگلیسی باشه، زبان از انگلیسی انتخاب کردیم. ما اینجا انتخاب کردیم زبان انگلیسی باید دان شود اینجا. و دوم دیگه ترانسلیت اینتو چه قسم میخواین امی ویدیوهای شما که با ویرال میره بیننده زیاد پیدا میکنه با کدام زبان باید باشه. ترانسلیت اینتو انگلیش، ما با انگلیسی رو انتخاب کردیم اینجا. و روی گزینه سوم که چه قسم کشورها، هر کشوری که سعی میکنم ویدیو شما را، البته ما شما با فارسی نوشته میکنم متن، باید او کشورها با کدام زبان ها ترانسلیت یا ترجمه شود. روی ترانسلیت اینجا کلیک میکنم. گزینه سوم اینجا میتونم چندین زبان ها را انتخاب کنیم که به کدام زبان ها باید ترجمه شود. آذربایجان، افریقان، میایم روی روسی، انگلیسی، روی ترکی، روی همه چندین زبان ها رو میتونم انتخاب. وقتی تمام زبان ها رو انتخاب کردم میتونم چندین گزینه داشته باشم. روی دن اینجا کلیک میکنیم. زبان های ما شما انتخاب شد. و بعد از اون میایم روی از اینجا میبریم روی کانتنت پرفورمنس کلیک میکنیم. و اینجا وقتی کلیک کردیم اینجا مگر چی انتخابم کردیم، البته وقتی از که صحیح آموزش داده شد. روی فیلتر کیبورد کلیک میکنیم. وقتی اینجا کلیک کردیم در فیلتر کیبورد ما پیش از این نوشته کردم فوریو، البته رو پاک میکنم. وقتی از که میخوام نوشته کنم دیگه اینجا میم یا نوشته میکنم فوریو تریک، یا نوشته میکنم فوریو، یا فوریو تریک نوشته، یا هم نوشته میکنم صدکه ویوز. البته من صدکه ویوز نوشته کردم. و اینجا میم این روی از این گزینه هایی که اینجا است following friend live for you تمام اینها را تک مارک میکنیم. وقتی را تک مارک کردیم اینجا میم روی گزینه سیو، این را سیو میکنم. البته یام خلاص شد.
میایم روی گزینه پرایوسی از اینجا. روی گزینه پرایوسی کلیک میکنیم. روی پرایوسی کلیک کردیم. البته این اکانت ما اگر شخصی باشه تک مارک از فعال می باشه و از من اینجا عمومی است. اگر اکانت شما ایش فعال است، تک مارکش فعال است، ایره میتونن غیر فعال کنید که عمومی شو اکانتتون. و بهتر همین پرایوسی روی suggest your account order روی از کلیک میکنیم. روی از کلیک کردیم. اگر اینها برای شما غیر فعال است، این گزینه ها تمام اینها رو شما فعال کنین. بعد از اینجا ما برایم. بعد روی sign in contact and Facebook friend اینجا کلیک میکنیم. البته این دو گزینه هم اگر برای شما غیر فعال است، هر دوی این گزینه رو شما فعال کنین که البته نیاز به فعال کردن داره هر دو گزینه، که پس آن من خودم فعال میکنم. هر دو گزینه رو شما فعال میکنین. بعد از قسمت ها میبرایم ما شما بالای کامنت کلیک میکنیم. all comment from ای باید everyone باشه که هر کس بتونه برای شما کامنت بده. و روی از اینکه مونشنش هم ایام باید everyone باشه، دایرکت مسیج هم باید everyone باشه. این قسمت ها رو میگم هر کدام از اینا باید everyone باشه. روی resource content ایام باید everyone باشه. روی following list ایام باید everyone باشه. روی لایکد ویدیو یوم باید everyone باشه. خوب دوستان عزیز، این بود ویدیو آموزشی ما که چه قسم با شما با تیک تاک با فاریو بیم و بیننده هر ویدیو که میمونم بیننده های ما زیاد شد. خدا کنه از ویدیو آموزشی که برای شما ساخته بودیم خوشتان آمده باشه. تا ویدیو بعدی الله نگهدارتان. خدا حافظتان.